پس وقتی که انسان یک معامله نیک امرایت میکنه احسانش فراموش نمیکنی، احسانات الله را چی رقم میکنی؟ یک احسان نیست، دو نیست. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. قطعا نعمت های الله را آدم شمار کرده نمیتونه. چطور خیانت میکنی؟ این را قول یوسف علیه السلام میدانه. و دیوم کنم گپی نیست. و ان الله لا یهدی الکید الخائنین. یکی رواداری و احترام این عزیز مصر و یکی هم قانونی الله متعال است که خائن حتما کامیاب نمیشه، در منزل و مقصد نمیرسه. از او خاطر کار نکردم. و ما ابرئ نفسی، این طورام نیست که من پاکی مدح خدا بکنم بگویم که مستم. ما پاک نمیسازم نفس خدا. این النفس لاماره بسو، نفس امر کننده است به بدی. الا ما رحم ربی، مگر که رحم کرده باشه پروردگار ما. این ربی غفور رحیم، یقینا پروردگار ما مهربان ذات است، رحیم و رحم کننده است. توبه ها را قبول میکنه، آیندهم حالت خوب میکنه. این کار میکنه الله متعال به کسی که بخواه. لیکن قول اول راجح به خاطری است که سلسله سخنا از راعیل یا زلیخا و یوسف علیه السلام حتی حاضر نشده. بعد از او پاچا میگه که ای تو نبی الا بیاری یوسف علیه السلام. از او خاطر قول اول راجح است. در اینجا اگر زلیخا گفته، اگر یوسف علیه السلام، نفس گفته اماره بسو است. سه قسم یا سه مرحله برای نفس داریم. یکی نفس اماره بسو است، عام مردم که برای آدم امر میکنه که اینی کاری بده بکن، اینی کاری بده بکن و تو شروستی مسلسل گاهی یک عملی باطل گاهی عملی باطل دیگر، اینمی طور قدم به قدم تا که نعوذ بالله مستغرق در گناه میشی. حس تشخیصی مکمل محو میشه. باز خوب برات بد معلوم میشه، بد برات خوب معلوم میشه. همین مردمایی که گناه زیاد انجام داده، نماز برش خیلی بد چیز معلوم میشه، روزه خیلی برش بد معلوم میشه، دزدی، زنا، شراب، کبابی، گپا برش مکمل چیزی خوب است. چرا؟ به خاطری که محیط تشخیصی که الله برش داده بود از زیاد گناه ها محو شده. و همین تعبیر پیغمبر علیه السلام در حدیث کرده بود که وقتی انسان گناه میکنه در قلبش یک نکته سیاه پیدا میشه. همین سفیدی عبارت از همون قابلیت پذیرش تقریرها و تبلیغها و وعظ و نصیحت است. ولی زمانی که گناه میکنی سیاه میشه. اگر توبه کردی محو میشه، که نکردی دیگه گناه سیاه، دیگه گناه تا وقتی که ختم قلب میشه مکمل ماده پذیرش یا قابلیت پذیرش از بین میروه. از همون خاطر کسایی که در گناه غرق است و میگه نه 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 این گپا سر من میگه تاثیر نداره، برای من از این گپ بزن چند تا را بکشم، چه قسم دزدی کنم، چه قدر شراب بخورم، نعوذ بالله این گپا را میزنه. چرا؟ علتش است که اینطور مستغرق میشه. انسانی که یک گناه پای گناه دیگه میایه سخت حراس داشته باشه، از الله متعال بترسه که مبادا همونطور غرق شده بروه و هیچ حسی تشخیصش محو شه، اونطور نشوه. نفس اماره بسو همیشه تو را نمیتونه امر میکنه. دوم نفسی لوامه است. در سوره چی قیامه میگه لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. لوامه همون نفس میگه که گناه از پیشش میشه لیکن زود پشیمان میشه، ملامت میکنه. این نفس لوامه از عام مسلمان ها همینطور است. یکی سوم نفس مطمئنه است. این در حقیقت مراحل یک نفس است. مطمئنه و نفسی است که مکمل در تابعداری الله متعال و به نقش پیغمبر زندگی را عیار کرده. آنقدر کنترل داره که نفس نمیگذاره که در راه غلط بری تو را تشویق کنه و تو را توجیه کنه و ببرته. این را نمیتونه. از او خاطر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. نفسی که یقینا الله راضی و نفس هم راضی است و نفس مطمئن است. این در حقیقت مراحل است. اول نفس اماره بسو است، انسان کنترلش نمیتونه، بار بار تو را دعوت به معصیت و گناه میده. دوم مرحله وقتی که کمی دین و روشنی ایمان در قلبت پخته میشه، باز چی میشه؟ لوامه جور میشه، گاهی از پیشت گناه میشه لیکن همون نور و فراست ایمان که در قلبت است پس تو را ملامت میکنه. سوم مرحله است که یک انسان یقینا ایمان در قلب خود پخته کنه، آلی روشنی از او قطعا خاموش نمیشه. دینمی روشنی تو را نمیگذاره که در گناه واقع شوی. لا یزنی زانی و هو مؤمنون. اینمی مطلب داره تا زمانی که می روشنی ایمان در قلبت پخته است گاهی هم در گناه پیش نمیشه. ولا یسرق سارق چیست و هو مؤمنون است. همین حدیث همین تشریح را میکنه. اینجا برای ما واضح شد از یک طرف عذر خود بیان کرد زلیخا، از طرف دیگه اعتراف کرد، از طرف دیگه براءت یوسف علیه السلام بیان کرد. کلش عذر شهیر بیان کرد که ما نفس بود، نفس مرا نمیگذاشت، مرا وادار به این میکرد که من مطالبه خدا پورا بکنم. و او طرف باز میگه که این ربی غفور رحیم، اشاره به این میکنه که بله
اگر امی خیانت از ما شده الله غفور است، ما توبه میکنم رجوع میکنم، الله قبول میکنه. او رحیم است، الله توفیق توبه را به کسی میده اگر کسی اراده بکنه و اسباب توبه را مهیا بسازه. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به، گفت پادشاه بیاره این آدمی شخصیت بسیار شخصیت عالی است. عالی ما خیلی ملامت هستیم که این طور شخصیت چی طور در زندان قدر مدت باقی مانده. ما از کمالات ازی، از مهارت ازی، از علم ازی بعد استفاده خیلی عظیم میشد. بله، دعوتگرای حق و مثل انبیاء علیهم السلام و اشخاص وجود ازیا در جامعه بسیار مهم است، خیلی ارزش داره، به خاطری که یک لحظه او طرف میشه گم میشه بسیار فسادا پیدا میشه. پادشاه درک کرد که توری شخص در زندان، الله اکبر، یا به در زندان نمی بود در بیرون می بود که ما استفاده میکردیم. علتش است که الله متعال برازی علوم خیلی بزرگ نصیب کرده. پس چطوری در تنها در زندان باقی بمانه؟ عالمی برجسته، عالمی که یقینا دعوت حق میکنه باید خود در گوشه ها در کوه ها نگاه نکنه، بیا در شهرها، به خاطر که زمینه تدریس و تعلیم برش میسر شود. اینطور نیست، این گپا را عادی فکر نکنه، به خاطر که وجودش خیلی اهمیت داره. پادشاه میفهمید که همچه اشخاص در دایره دفتر و دولتش چقدر اهمیت داره. الا میگه زود استخلصه لنفسی، که من او را خلاص بسازم، استخلصه برای خود خالص بسازم، لنفسی مشاور شخصی خود بگردم، تمام امور به مشوره از او بعد ما پیش ببرم. اینی را مردم میگن مکانت در پیش پادشاه. الله متعال بی سلسله در کجا بود، برادرات چی کرده بود از یوسف علیه السلام، اما یوسف علیه السلام به کدام واسطه که الله خواسته میرسه. لیکن در هر جای تمیز و برتری توسط علم است، تمیز و برتری توسط علم است. اگر آدم علیه السلام مسجد ملائک قرار میگیره به خاطر برتری علمی. اگر یوسف علیه السلام در پیش پادشاه خیلی نزدیک میشه و حکومت برش سپرده میشه به خاطر علم است. از امو خاطر است که در نظام اسلام علم سرچشمه تمام خوبی ها و نیکی هاست، که علم نباشه کلش بدبختی است. از امو خاطر کسی که دشمنی با علم داره میگه درس دختران نباشه، زنا نباشه، بچه ها نباشه. یک تعداد مردم های جامد و چیسته بگه نعوذ بالله، اینطور کسای متحجر داریم که امیر دین اسلام معرفی میکنه که کسی الف هم نخونه، بارم نخونه، مکتبم کفر میگه، اوه زن درس میخونه، او را وقت فتوای کفرش میده. این مردمات دشمن اسلام است و مفهوم واقعی اسلام نفهمیده، درک نکرده. اول ضرورت دعوت و دین برای چی است؟ خواهراست. خواهرها مادرای ماست، و مادری که طفل خود از روز اول لا اله الا الله را نشان میده، و مادری که از روز اول قرآن به اولاد خود حفظ میده، و اولادی که اولاد تربیه میکنه که بچم کاری غلط نبینم از پیشی، با شیر خود برات نمیبخشم. و اولاد است. ما ضرورت نداریم اگر دیگه هیچ امر بالمعروف و نهی عن المنکر نداشته باشیم، اما پدر و مادر یقینی واقعی مؤمن داشته باشیم بالکل کافی است برای جامعه. اصلاح جامعه مکمل میشه، به خاطر که سرپرست خانواده از افراد و رئیسش اینمی پدر و مادر است. هر کار سر اولاد خود میتونه، هر کار میتونه. اما با تاسف امروز پدر و مادری داریم که بیچاره خود در شرک آلوده است، خود در ظلم، در قمار، در شراب، در تلویزیون بینی آلوده است. اولاد برش توصیه میکنه که او مادر جان و پدر جان نبی، این گناه داره. میگه برو ملاگک، تو از کجا پیدا شدی؟ برو. همیگه پاره میزنه. اینی حالات ماست. این در بدری از خود گله کنیم، با جان خود، از نفس خود، سری خود نعوذ بالله معصیت مسلط کردیم، خیر و خلاص خود ما به دست خود. علتش چیست؟ علتش بی علمی، جهالت، دور بودن از کتاب الله، دور بودن از تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینی گپاست. علم بهترین چیز است، تو را برتر بسازه. علم داشته باش یک نکته برو که هیچ کس تو را نمیشناسه، یک روز اونجا حلقه بگی درس شروع که باز میبینی قدر و قیمتی تا که چطور است، باز چطور، آیا تو شناخته میشی یا نمیشی؟ شناخته نمیشی. از او خاطر تا که میتوانی شب و روز کوشای علم باش، پشت علم بگرده. البته نمیگم که تنها شما علم کیمیا و بیولوژی و انگلیسی را میگی، علم نیست، یک فن است. به خاطر معیشت زندگی خود یک چیزی را برای خود کسب میکنی. علم قرآن و حدیث است که زندگی تا موافق دستورات الله تیر کنی. این علم است. آن چیزی که برات مفید است بشناسی و آن چیزی که مضر است تو را بشناسی، که یکیش جلب کنی و دیگهش اجتناب بکنی. قال جعل خود فلما کلمه، هرگاه که گفتگو کرد پادشاه امرای یوسف علیه السلام، قال گفت
از گفتار یوسف علیه السلام درک کرد که آدم کدام شخصیت است. انسان به چند چیز از تعبیراتش، از سخنایش، از برنامه زندگیش، از چیست گفتگو مخاطب بودنش، از چند چیز انسان درک میکنه که آدم کدام آدم است، چه قسم آدم است. اما می فراست هر کس نداره. و کسایی که زیاد تجربه داره، قطعی مردم زیاد سر و کار داره، او میشناسه. پادشاه از همون خاطر دمی قریه که میره ملک میشناسه که این ملک است، دستی میشناسه، به خاطر که تجربه زیاد کرده. این پادشاه فهمید شخصیت یوسف علیه السلام که گپ زد درک کرد. از او خاطر گفت قال انک اليوم لدینا مکین امین، یقینا تو امروز لدینا در پیش ما مکین صاحب قدر مرتبه، امین بالکل امین استی، یعنی سری تو مکمل اعتماد کرده میشه. تو نه که ما تو را بگیریم باز در مورد ارزیابی قرار بدیم که راستی تو وظیفه اجرا میتونی یا نمیتونی، بس خلاص شده می گپ است. بله امین است و مرتبه میدی. قال جعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیه السلام میگه بگردان مرا سری خزانه های زمین، یعنی مرا وزیر مالیه جور کو، کلی مواد ارتزاقی در زیری کنترلی ما باشه. چرا؟ انی حفیظ علیم، من نگاه حفیظام هستم. چه مانا؟ خب نگاه میکنم، حفاظت میکنم، هیچ نوع چیز از پیشم تلف نمیشه، بیجا نمیره. علیم، مهارتم دارم در مدیریت خود، خب مکمل همینطور کنترل دارم. برای هر وظیفه دو صفت خامخا ضرور و فرض است. یک صفت امانت داری. اگه انسان خوب مدیریت یاد داره اما امین نیست، قلم او طرف میزنه او طرف میزنه، تبا میکنه. مثل که دوایر دولتی مالی پر است. ما اینطور کسایی داریم دمی وزارت مالیه که کامپیوتر برش شاگردی نمیتونه، امی کامپیوتر با این قدر حافظه، لیکن با تاسف که صفت امانت درش وجود نداره. بله خب صفت امانت داره، بسیار ترس آخرت در دلش است، اما طریقه و راه پیشبرد وظیفه را یاد نداره، مدیریت نداره، نمیتونه. هر معامله نمیتونه است. امامت بگه، مدرسی، معلمی، ریاست ها و وزارت ها را خبریتون معلوم است. کلی از یا نمیتور دو چیز برش ضرور است. امام خیلی آدم نیک است با تقواست، اما امامت یاد نداره. نه مسئله را یاد داره که نماز فاسد میشه که صحیح میشه، این را یاد نداره، به درد نمیخوره. مدرس است، خوب عالم است، امانت نداره، خیانت میکنه، نعوذ بالله، حق پوره ادا نمیکنه از شاگرد، در نظر نمیگیره، خلاص نمیشه، هیچ وظیفه پیش نمیره. سوال وارد میشه یوسف علیه السلام چرا وظیفه طلب میکنه؟ پیغمبر علیه السلام کسی که وظیفه طلب میکرد نمیداد، برش میگفت که از ما کسی وظیفه طلب کنه ما نمیدیم. چرا؟ علتش هم پیغمبر علیه السلام میگفت که کسی وظیفه طلب بکنه به خودش موکول میشه، الله قطعش نصرت نمیکنه. چرا؟ خود خواسته. اما زمانی که مردم او را انتخاب میکنه، کش میکنه که بیا این وظیفه را پیش ببر، نصرت الله متعال امرش موجود میباشه. اینجا چرا یوسف علیه السلام بعضی مفسرین نوشته میکنه شریعت از او جدا بود، شریعت پیغمبر اسلام جداست. لیکن نه، این جواب درست نیست. این جواب درست است که بله یوسف علیه السلام ضرورت دیده بود، حالات دیده بود، تعبیر خوابا برش منکشف ساخته بود که حالات ناگواری روان است و بسیار مردم مظلوم و بیچاره زیر شکنجه فقر و گشنگی روزگار خود تیر میکنه. اگر همینطور طاغوتا و ظالما مردم بیدین در سر مواد ارتزاقی باشه، باز میبینی که مردم سخت در مشکل مواجه میشه. در زمانی کمونیستا فکرتان بود یا نه؟ به تذکیره چی میدادن؟ بگه گندم میدادن، 5 سیر اینطوری گپا بود. مردم آنقدر در مضیقه قرار گرفت که فقط تذکیره خو نداشتن، اکثری مردم در بدر بود. عجیب حالتا بود. این کمونستان کم ظلما نکرده، نه ظلم فرعون نمان، نه ظلم پاچای مصر نمان، هیچ کدامش نمانده. کلی ظلما را این کمونستا سری وطن کرده، تطبیق کرده، لیکن مردم نمیفهمه و عجیب است. الله رحم بکنه. یوسف علیه السلام خود اهل میبینه در زمانی که پاچا ظالم باشه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله این قاعده را گرفته که به خاطر از اینکه مفسده عظیم دور بکنی خیر است، اگر چی تو در مفسده کم واقع میشی، لیکن با مفسده کمی تو مفسده بزرگ تو از بین میبری. این گپ درست است. در پیش پاچای ظالم وظیفه اجرا میکنی به خاطر یک خدمت و او خدمت عظیم است از وظیفه کرده. این یک منفعت شخصی یا ضرر شخصی است، اونجا منفعت عام است، او را ترجیح بده. یوسف علیه السلام دیده بود که پاچا مشرک است، ظالم است، اما میفهمید که اگر من این وظیفه را دست نگیرم مردم سخت مضیقه و مشکل قرار میگیره. از او خاطر پیشنهاد کرد.
بله در پیش ظالم وظیفه اجرا کرد، اما یک حادثه یا چیسته بگوی یک نعوذ بالله طوفان عظیم هلاکت انسانی را در پیش نظر داشت، از او خاطری وظیفه را قبول کرده. یکی خودستایی کرده، اینی حفیظ علیم. خودستایی این به نیت ازی نبود که من از دیگرها کده بهتر هستم و من تکبر کرده باشه. این برای لیاقت داشتن وظیفه که وظیفه برش سپرده شود. تو هم وقتی که اسنادای تا از دکترا و ماستری و از پانتونی پیش میکنی، اونجا منظوری تو مدح خود نیست، منظوری تو است که من قابلیتی وظیفه را دارم، برای من امی وظیفه داده شود، خصوصا در موقعی که امی طور حالت باشه. از امو خاطر یوسف علیه السلام میگه خود از ضمن ازی آیاتا درسای عظیم است. اسلام تنها یک بعد دینش یک بعد نداره که فقط نماز بخوان روزه بگی خیر و خلاص در مسجد در گوشه نشینی بکن. اسلام ابعاد مختلف داره، اقتصاد داره، سیاست داره، فرهنگ داره، دولتداری و ادارت داره و عبادت داره، معاملات داره، مناکحات داره. یک جزئی زندگی انسانی اینطور نیست که از انسان از نظام اسلام خارج باشه، در نظام اسلام مورد نظر چی ملاحظه نباشه، بلکه حتما از او مراقبت کرده. برای ما واضح میشه که اقتصاد چقدر اهمیت داره. یک مملکت رشدش، یک مملکت امنیتش، یک مملکت عدالتش، این کلش موقوف بالای این گپ است که اقتصادش متوازن باشه، اقتصادش درست باشه. تاسف در است که امت اسلامی موضوع را کمی چی کرده، از دست انداخته، از نظر انداخته. چرا مردم ما دو قسم شده؟ یک قسم آنقدر مادیات پرستی محض است که عبادت توی دین و نظام اسلام نعوذ بالله هیچ نمیدانه، بلکه این عقیده داره که سبب عقب ماندگی ما اسلام است، این گپ میزنه. اما جانب دیگه که کسی خود شیخ و صوفی و مسلمان میگیره و آنقدر جامد است که پرسان نکو دیگه، اگر تجارت هم میکنی برات میگه کافر است. این گپا قطعا در دین نیست. دین ما وسیع است، همه برنامه ها را شامل میشه. یوسف علیه السلام پیغمبر است، خود مطالبه وزارت میکنه برای از اینکه تنظیم امور وزارت به وجه درست و عدالتش در سر برسانه و همونطور شد. همونطور حالتا بود. از کنعان که برادرش میآید، یک مملکت وقتی که طور قحطی در جهان رونما شوه کلی سرحدات خود بسته میکنه، یک دانه را برات نمیگذاره که برات بیا. اما یوسف علیه السلام دروازه های مصر باز کرد، هیچ کس گفت که مانع نمیشه، اما هر فردی که میاد یک بار غله را باید قطعی خود ببره. معلوم شاکری فرد است، بلی حتما سنش دیگه قدر رسید، عیالو ایگه پا داره، مستحق یک بار است. از همون خاطر بود که نه تنها مصر بلکه در 7 سال که ذخیره کرد، از سالایی که خیلی زیاد غله و دانه زیاد شد، او را ذخیره کرد، گداما را پر کرده بود و در طول 7 سال قحطی مکمل متوازن گبی کدام مواد ارتزاقی به کلگی توزیع و تقسیم شد. الله متعال درس میده در زمان موقعی که تو میفهمی که نمیتور یک حالت چیستا فلاکتبار انسانی در کسی پیش میشه، باید انتظام بکنی، همونطور دست بسته در یک جای نشینی که ما این کار نمیتونه. هر تاجری ما میتونه، هر کسی ما میتونه. دولت باید ذخیره حتمی داشته باشه، چرا که حوادث ناگوار گاهی ناگهانی میاد، طوفان میاد، برف کوچ میاد، زلزله میشه، مردم ناگهان هیچ چیز برش پیدا نمیشه، پتو، کمپل، مواد خوراکه در گدامای دولت به طریق بالکل فرضی باید اونجا ذخیره موجود باشه. این کار باید باشه، چرا که حوادث تو را خبر نمیکنه. اینی دستوراتی کیست؟ یوسف علیه السلام. امروز اگر دولت ها امی انتظامات میگیره فقط آماده باش است، اینمی اموری است که یوسف علیه السلام پیش از او امی گپا را در پیش گرفته. پس معلوم شد انبیاء علیهم السلام، شعیب علیه السلام در مورد اقتصاد گپ نمیزد، در طول کمی و زیاتی را من نمیکرد که کم نکنی طوله، کلش این برنامه اقتصادی بود. چرا اسلام نظام اقتصادی را پیش نمیبره؟ کی گفت که نمیبره؟ بلکه بحث معاملات یک جزء بخش حدیثی ماست، مکمل در این مورد آمده. از او خاطر یوسف علیه السلام مطالبه را کرد. و كذلك مكنا لیوسف فی الارض. الله متعال میگه مثل معلومات جامعی که از یوسف علیه السلام برش واضح شد برای پاچا، اینمی قسم ما مکنا لیوسف، قدرت دادیم، جای دادیم به یوسف علیه السلام. یک مانو. دوم و كذلك مسلکی کشیدیم یوسف علیه السلام از زندان و اعلان براءت از او شد، عزتمند نزد پاچا شد. نه تنها که پیش پاچا قابل قدر و منزلت شد، بلکه ما مکنا جا دادیم لیوسف به یوسف علیه السلام فی الارض، در سرزمین مصر.
یتبوأ منها، از هر جایی که از زمین مصر جور میکنه آبادی را، حیث یشاء، جایی که خوشش است. کس اختیارات عام و تام داره. چرا اینطور میکنم؟ نصیب برحمتنا من نشاء، ما میرسانیم به رحمت خاص خود کسی را که الله میگه ما بخواهیم. اینجا مراد از رحمت نجات است. از چی؟ معصیت و گناه ها. توفیق دادن توبه، توفیق دادن چی است؟ عملی کردن احکام الله متعال است. رحمت خاص است. این الله متعال به کسی که الله بخواه میرسانه. اما الله کی را میرسانه؟ متقین، کسی که رای تقوا را بشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که از الله میترسه. بسیار امری مشکل می باشه اما الله متعال همینطور راه را برش باز میکنه که پرسان نکو. قرآن درس بر ما میده. قرآن درس بر ما میده. اگر تقوا را اختیار کردی، دشمن با تمام مکایدش، با تمام وسایلش ناکام است. علیه تو هیچ چیزام کرده نمیتونه. این را باید بدانی. الله متعال اینمی قسم خود میگه وکذا ولا نضیع اجر المحسنین، ما ضایع نمیکنیم اجر محسنین. یک آدم اگر راه تقوا را پیش گرفت در دنیا، اگر چیزی برش حاصل نشد، کامیابی، اینطور فکر نکنه که الله مرا کامیاب نکرد یا مرا همکاری و نصرت نکرد. نه، اصل پاداش آخرت است و این پاداش قطعا ضایع شدنی نیست. که نیست ادامه بدی، مستمر باش در عمل نیکت. معلوم شد که راز کامیابی همیشه تقواست. اگر ما اخلاص و صداقت در وظایف خود داشته باشیم، در دعوت خود داشته باشیم، الله متعال بی ثمر ایره نمیگذاره. اینطور ثمره را سرش مرتب میکنه که پرسان نکن. و دشمنایت که انواع نقشه ها را سری تو طرح میکنه، الله متعال خود نقشه ها را قطع خاک یکسان میکنه. نخواد که در مراد و مقصد خود رسیدن. چرا که الله نصرت میکنه متقیا را. شرطی است که راه تقوا گرفته شود. ولا نضیع اجر المحسنین، ما ضایع نمیکنیم اجر کسایی که محسن است. محسن در اینجا کسایی که صبر به مصیبت کرد، حفاظت کرد نفس خدا، کنترل کرد نفس خدا. چرا که مردمان اولوالنها و عقل بود. عقل والا مردمان ایرا قطعا ترجیح نمیده که لذت های چیست موقت فانی را در مقابل لذت های دائمی آخرت تبدیل بسازه. نعوذ بالله. هیچ گاهی کار نمیکنه. ولا اجر الاخرت، از همون خاطر میگه این مهم نیست که در دنیا حتما پاداش ببینی. این مهم نیست. چرا؟ اجر آخرت خیرون بهتر است للذین آمنو، برای کسانی که اول عقیده درست شده باشه، عقیده قرآن داشته باشه. ایمان و تقوا این ذریعه برای حصول تمام کمالات است. کل کمالات توسط از حاصل میشه. البته اصل پاداش نعمت آخرت است. نعمت دنیاوی گویی الله برات میده، گویی هیچ نمیده.